اخلا رقصیدیم تو جزیره، اما دیگه فردا بیستی منو تنها میذاری. اما از این گفتین چیه؟ قلعه شوش. یادش بخیر بچه بودیم تو موقعان اینا خیلی زیاد بود. چقدر اینا میخوردیم. اینا رو میکنیم، این توش رو میخوریم. اینا خاصیت داره؟ این چلو اسمشون چیه؟ توله. بریم از اینجا شروع کنیم رفتن. هرمز چیه؟ داریم به اهواز نزدیک میشیم و عمو عزیز کوله رو زده. فروردینه. بعد جاهای بکش رو بریم. الان دیگه رسیدیم اهواز، 2 کوله‌ای شدیم. دستم باید اینطوری نگه دارم تا کوله نیفته. خیلی با کوله هامون فکر کنم 6 نفریم ما دوتا. آره یکم بیرد جلو. وای ببین دوش گرفتم اصلا زنده شدم. یه چیزی کولر روشنه، یعنی هوا انقدر گرمه. امروز 14 فروردین واقع در اهواز کولر اسپلیت روشنه. ملک تو آفتابو ببین این آفتابه داره میسوزونه ها، انقدر گرمه. 35 درجه است. بچه من این تاپو 5 دقیقه پیش شستم، الان خشکه. یک کوچولو نم داره که مثلا 1 دقیقه دیگه ردیفه، قابل پوششه. تو باحال بسته. خب اومدیم تو دل فلافل اهواز. بریم ابو علی. بریم کجا؟ اوشی مامان جلوی ماشین رو میگیرن. قربونه فلافل پاشا. قربونه دمت گرم. همشون فلافلن ها. یعنی اینا اینقدر فروش دارن که همشون یه جا فلافل باز کردن. این چقدر شلوغه؟ ببین صورتم عرق کرده. خیلی گرمه. اینجا یه دونه فلافلی داشت، فلافل 13 تومانی. بابا بریم اونو بخوریم تو رو خدا. نه بابا خیلی بده یعنی اون؟ نه بد نیست. خواهم اینجا بریم کمی چه باشه. این سس چیه؟ فرانسویه تنده. کوپه. غذای لبنانی؟ اون اولش خوردیم؟ آره واقعا یه چیز دیگه است. از اهوازم فکر نمی‌کردم بتونم برد درست کنم. توضیح بده چیه؟ چی نمیدونم من خودم تو خب گفتم دیگه کپه غذای لبنانی توش چی داره؟ موز توش موزه. دارچین هم داره توش نه؟ بوی دارچین میده. برنج و گوشت و پیاز و آها این برنج اینجاش.
چقدر گرمه غذاش. یعنی ببین منی که جوش در نمی آوردم تو من بلوغم جوش در نیاوردم، امروز گرمی انقدر خوردم. خوشمزه است. باشه. سس قرمز، سس کچاوش رو نگاه کن. کردی بخور گوش بده. واقعا سوختم، خاکسترم رونایی. خب یه چند تا فوش یاد بده. اهوازی فوشا رو کی بود گفتم دیگه. ما صورتو خیلی بیادبی یا نه معمولیاش اصلا اهوازی رفت تو مخت اصلا یه چیزی داشته باشی بهش بگی. برو صورت. بعد آقا توضیحاتش چی بود؟ باید میمیک صورت نداشته باشی. نه میمیک صورت نباید داشته باشی، در حالت خیلی خنثی فوشو جمله برو رو بگی. صورت. نه تو مثلا خیلی عادی داری. ببین خوبه؟ برو صورت. این خوبه؟ برو صورت. صورت نیام برات. صورت نیام برات. بسکوت. تقبلوا تحيات اخوكم الفنان حميد الساعدي دوردور واقعی. خدا این دوردوره؟ همش خانواده است که ایشکی با ایشکی کار نداره. جون چه چیزی بود. دوردور باید دو لاینه باشه که مثلا دو تا ماشین در کنار هم قرار بگیرن و با هم دیگه صحبت کنن. این یه لاینه، لاین رفت و برگشت. این چجوری مثلا با یا بار اینو میره و میاد. خب چجوری با هم مثلا ارتباط بگیرن؟ تا تو بخوای با طرف حرف بزنی یارو دیگه رفته دیگه. این کسی که این کارو باشه برج 3-4 دیگه فکر کنم اونجا خرماپزون باشه. کله پاچه اهوازم خوردیم، همونطور که تصورشو میکردم تند و خوشمزه بود. تو اهواز غذاهاشون انگار که یه ادویه گرمی داره، یعنی هرچی توی اهواز من خوردم یا تند بوده یا یه ادویه گرمی داشته یا خود اون غذای گرمی، اصلا همش گرمی میخورم. من تو دوران بلوغم یه دونه جوشم نزدم رو صورتم، ولی این چند مدت که اینجا بودم صورتم پر جوش شده. یه 2 تا اینجا زدم، 3-4 تا اینجا زدم، اینجا جوش زدم. مثلا لعنتی ها همش گرمی میخورم و چقدر خوشمزه است غذاهاشون. فلافله رو که دیشب خوردم من واقعا ارضای روحی شدم، خیلی خوشمزه بود.
ولی قطاراش از داخل خب ما اومدیم الان کوله بخریم، منتظریم که مغازه باز کنه. آمد. سلام، تو هستی؟ لوازم طبیعت گردی از تهران. ترکمن صحراست. خفنه همون عزیز، همه چی داره. اما عزیز کاش یه عالم پول داشتم همه چی میخریدم. چه رنگیشو بردارم؟ اگه همون خردلیه باشه چه دارم؟ کارده ایشون این اولویتی که این شلوارا نسبت به شلوارای یا خدا چه خبره؟ ببین قشنگ تابستونه. 14 فروردین امروز. وای نمیتونم نفس بکشم. دختر ترک داره میره به سمت تهران. ولک ها رو داره تنها میذاره. چه کوله ای خریدم. به پایان رسید این سفر و من الان توی ترمینال اهوازم که برم تهران. اولین باریه که اینطوری موقع برگشت غمگینم. انشالله که خیره.